پخت و توزیع غذای نذری در بین مردم ما قدمت دیرینه‌ای داره. مردمی که دوستدار و مرید اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه هستند. در ایامی همچون محرم اعمالشون رو خالصانه تر میکنن، غذای نذری میپزن و با نیت شفا از اون میل میکنن. در گزارش پایانی سری به شهر میمه میزنیم که دیروز در 7مین روز شهادت امام حسین علیه السلام حال و هوای خاصی داشت. ادای نذر در راه سالار شهیدان امام حسین علیه السلام در ماه محرم سنت دیرینه‌ای است. هیئت‌های مذهبی شهر میمه هم به رسم 50 سال گذشته خود در 7مین روز شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش سفره حسینی را در تکایا و مساجد برای سوگواران آن امام همام گسترانیدند. آتش زدن خانه و کاشانه حسین. در رابطه با نذر این نکته لازمه که ریشه قرآنی داره و در آیاتی از کلام الله مجید به نذر اشاره شده. بنابراین نذر هم ریشه عقلانی داره، هم پشتوانه قرآنی و امر پسندیده‌ای هست. این نظرات از کمک‌های مردمی و عاشقان ابا عبدالله الحسین و خیرین محترم حدود 25 تا 30 هزار نفر ظاهراً امروز غذا بهشون رسید. هر کدومی توی خیابون میرن توزیع میکنن. به همه خونه‌ها میدن. تمام خونه‌ها استثنا نداره دیگه. میهمانان حسینی بر این باورند که حتی ذره‌ای از این غذای نذری سبب برکت و سلامتی خانوادهشان در تمام سال می شود. به عشق امام حسین میایم توی این غذا شرکت میکنیم. عشق به آقا عبدالله. انشالله که اگر خدا قبول کنه نوکری امام حسین بتونیم انجام بدیم. عشق به امام حسین. که همه مریضا را امام حسین شب شفا بده. سلامتی امام زمانه، سلامتی جوانان، خوشبخت شدن جوانان. همه مریضا شفا بگیرن، خودم تو کارم موفق بشم. من میخوام یکی از یارای امام زمان باشم. دل سوگواران شهادت امام حسین علیه السلام فقط با ظهور منتقم خون آن حضرت قدری آرام میگیرد.